تکفیر امهات المؤمنین و انکار آیات قرآنی. پس چطور در قرآن اومده که مثلا همه ازواج یا همسران پیامبر اکرم مسلمانن؟ اینا که قبول دارین؟ کجا آمده؟ قبول دارین نه؟ نه قبول ندارم. همچین آیه در قرآن نیست. نداری ها؟ همچین آیه در قرآن کریم نیست جان. الله متعال در قرآن کریم ازواج مطهرات رضی الله عنهن را مادران مؤمنان نامیده می‌فرماید: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران پیامبر مادران مؤمنان هستند. الله متعال همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مادران مؤمنین می‌نامد و طبیعی است که هر که خود مؤمن نباشد امهات المؤمنین رضی الله عنهن را مادران خیش نمی‌پندارد. الله متعال در قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان را از ازدواج با زنان کافر و یا ادامه زندگی با آنان منع نموده و می‌فرماید: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. و زنان کافر را در عقد نکاح خود نگه ندارید. اگر امهات المؤمنین همه مسلمان نبودند، پس چگونه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آنها را تا آخر عمر در عقد نکاح خیش نگه داشتند و در حالی از دنیا رحلت نمودند که از ایشان راضی بودند؟ و چرا الله متعال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از طلاق دادن آنان و از ازدواج با زنان دیگر منع نمود؟ الله متعال می‌فرماید: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. بعد از این زنانی که در نکاح تو هستند، زنی دیگر برای تو حلال نیست و جایز نیست یکی یا چند تا از این زنان را طلاق دهی و زنان دیگر را جایگزین آنها نمایی، هرچند زیبایی آنان تو را به شگفت آورد. اما هر اندازه که بخواهی می توانی کنیز را به نکاح خود درآوری و الله بر همه چیز نگهبان است. و چگونه الله متعال آنها را در ردیف دختران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و زنهای مسلمانان قرار داده و امر به حجاب می نماید. الله متعال می فرماید: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو روسری‌هایشان را بر خود فرو پوشند. این نزدیکتر است به آن که به پاک دامنی شناخته شوند و آزار نبینند و الله آمرزنده مهربان است. این آخوند و امثالش مصداق بارز کسانی هستند که الله متعال درباره آنان می‌فرماید: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. و همانا بسیاری از جنها و انسانها را برای دوزخ آفریده ایم. آنها دلهایی دارند که با آن در نمی‌یابند و چشمانی دارند که با آن نمی‌بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی‌شنوند. آنان همانند چارپایان و بلکه گمراه‌ترند. ایشان غافل و بیخبرند.